چرا که این آتش و عذاب جهنم غیر قابل برداشته و غیر قابل تحمله. آتش جهنم با سنگها افروخته میشه و روشن میشه و با بدن انسان، چربی انسان، گوشت و پوست انسان این آتش روشن میشه. ولی هیزم این جهنم سنگان و انسانان و بسیار آتش پرحرارت و غیر قابل تحمل هست. ولهذا الله هشدار داده که شما فکر نجات خودتون از آتش جهنم بکنید و فکر نجات فرزندانتون بکنید. ولذا تنها راه علاج توبه هست، رجوع الله و اصلاح خودمونه و اصلاح زن و فرزند و اصلاح جامعه هست که تویش ما زندگی میکنیم. اگر جامعه اصلاح نشه پرده به خود ما اثر منفی برگ میگرده. الله تعالی همه من و شما را توبه صادقانه عنایت